سال 1359 با آغاز جنگ تحمیلی در ستاد جنگ عرض شود که اهواز که در دانشگاه جندی شاپور اهواز مستقر بود، زندیات مصطفی چمران یک شب که به نظرم اواخر مهر ماه بود، در حالی که در ستاد داشت آهسته قدم میزد، دوست من آقای اسماعیل کوروشابی رو که از بچه‌های خوزستانی آشنا به وضعیت منطقه بود و از مبارزین بود صدا زد و مأموریت داد تا مهمات به گروه جنگ‌های نامنظم که رهبرش خود جناب مهندس شمران بود در منطقه‌ای به نام فارسیات اهواز برسیم. حدود 40 کیلومتری اهواز. نیمه های شب بود، در یه اتومبیل شولت از اون امریکایی‌ها که میگفتن جیمز، وانت بزرگی بود، 2 کابین. من رانندگی میکردم، آقای اسماعیل کوروشابی هم در قسمت عقب این شولت پشت یه اسلحه کالی 50 نشسته بود. یه آقایی هم به نام عبد الفک که اهل خوزستان بود ولی یک سالیانی هم در فلسطین دورهای چریکی و پارتیزانی دیده بود و آمده بود در جنگ کنار ما، کنار من نشسته بود. ناگهان همون نیمه‌های شب چند تا گلوله توپ نیروهای متجاوز بعثی عراق به یک وانت 2 کابینه با فاصله چند قدم جلوتر از ما اصابت کرد و یک صحنه خیلی هولناک و دهشتناکی و غریب و غیر قابل وصف رخ داد، چرا که حدود 10 12 13 تا مسافر زن و مرد و کودک و پیر و جوان که از دوستای اطراف با اساسیه و زندگی خودشون عازم محل دیگری بودند با این اصابت توپ و این حادثه گلای توپ متلاشی شدن. اصلا نمیشد تصور کرد. من ناگهان یک فریاد بلند کشیدم و فوراً ترمز زدم و اتومبیل متوقف کردم. این آقای عبد الفک که به عنوان مسئول این عملیات بود فریاد زد که بیا کنار، بیا بشین. با این روی و طبع ضریب جمله هم گفت شما سوسولید، نمیشه جنگید. خودش اومد پشت رول نشست، منم چشامو بستم و از روی تمام این اجساد و قطعات و ابدان این شهدای جنگ رد شد و به دقایقی بعد که میگم در 15 دقیقه بعدم رسیدیم به اون محل مورد نظر که روبروی پادگان حمید بود. خب مأموریت انجام شد به این صورت که اسماعیل و عبد و چند نفر همراه محلی دیگه که منظر این مهمات بودن کمک کردن و از طریق جنگل و به هر حال دریا و اینا رودخونه کمک کردن، رفتن به محسن الله داد که بعد هم شهید شد. فرمانده عملیات بود، معاون آقای زندیات مصطفی چمران عزیز. رسوندن هر که شخصیت آدمی بزرگتر می شود غم و دردش زیادتر می گردد و خوشا به حال آن کسانی که خدای بزرگ از این رحمت بیکران به آنها ارزانی داشته است.